احسان حاج صفی. ببینیم سرانجام این توپ چه خواهد شد. ضربه مستقیم میزنه و توپی که توی دروازه قرار میگیره. گل برای تیم سپاهان. یک ضربه زیبا حساب کار رو 1-0 میکنه احسان حاج صفی. با هم ببینیم صحنه گل رو. ضربه دقیق دور از دستان مهدی رحمتی و گل اول بازی برای تیم سپاهان. ببینیم که با این پرتاب این بار چگونه کار میکنن. باز هم پرتاب بلند توسط سید علی حسینی انجام میشه در زمین تیم سپاهان. یک ضربه تو بر اختیار رحمان احمدی قرار میگیره. دیواری 5 نفره خط دفاعی پیکان در مقابل این توپ. حالا ضربه خلعتبری، ضربه‌ای که زده میشه توسط خلعتبری و موقعیتی که برای سپاهان از دست میره. حسینی پرتابی که انجام میده. باز هم با یک ضربه سر یک موقعیت برای تیم پیکان. ضربه حسین پاپی اعلام ضربه پنالتی. بله پنالتی به سود تیم پیکان. سعید دقیقی اونجا حرکت کرد و روی حرکتی که دقیقی انجام داد اعلام پنالتی شد به سود تیم پیکان. با هم ببینیم صحنه رو. محمد نصرتی حالا ضربه شوت میزنه توی دروازه. گل تساوی برای تیم پیکان به ثمر میرسه. مساوی میشه. با هم ببینیم از این نماز. ضربه محمد نصرتی. حسین پاپی ارسال رو به عقب. یک ضربه، موقعیتی که برای تیم سپاهان از دست میره. پریرا باز هم صاحب توپ. وریا غفوری رد میشه از یک بازیکن. پاس غفوری برای استفاده خلعتبری. پریرا، ضربه پریرا، توپی که رحمتی به کرنر میفرسته و موقعیت خوبی که برای تیم سپاهان روی این صحنه از دست میره. حرکت باز هم بازیکن سپاهان لوسیانو پریرا. خلعتبری، ضربه خلعتبری، توپ لحظه رحمتی مشت میکنه. باز هم بازیکن سپاهان. ضربه سر خلعتبری از سمت چپ. باز هم بازیکن سپاهان. ارسال حاج صفی. پریرا، یک ضربه، باز هم رحمتی و توپی که باز هم به کرنر میفرسته. غفوری به لحظه اشتباه میکنه، توپ نرسید به خلعتبری. موفق بازیکن پیکان. حالا باز هم بازیکن سپاهان. نوید کیا، ضربه‌ای که شریفی به توپ میزنه. قبل از جام جهانی به تیم ملی فوتبال هم دعوت شده بود علی کریمی. حرکت بازیکن سپاهان. یک ضربه، موقعیت خطرناک و توپی که احسان حاج صفی به بیرون میزنه. اگر تیم پیکان با 1-2 مهاجم بیشتر حمله میکرد بتونست در ضد حمله ها موفق باشه. حرکت بازیکن سپاهان. یک ضربه خوب، توپ لحظه به تیر دروازه برخوردی داشت و دور شد. با هم ببینیم صحنه قبل رو. حرکت احسان حاج صفی بود. ضربه‌ای که زد اشتباه سپاهانی ها و توپی که از دست رفت. حالا ضد حملات پیکان تک به تک باید باشه با رحمان احمدی. دقیقی ضربه این بازیکن و چه موقعیتی از دست میده سعید دقیقی. پیکانی ها از ضد حمله صاحب توپ هستند. یک پاس آفساید نیست. باز هم تک به تک. مرتضی آقاخان. دروازه سپاهان باز میشه یا نه؟ اعلام پنالتی هم نمیشه و بازی دنبال میشه. موقعیت خوبی که مرتضی آقاخان یاره تازه وارد تیم پیکان در اختیار داشت و به خاطر تمارض هم اینجا از داور اخطار میگیره. ببینیم صحنه آهسته رو. حرکتی که به این صورت انجام شد و قضاوت با کارشناسان داوری از سمت چپ. باز هم حرکت بازیکن سپاهان. ببینیم که این بار با این توپ چی کار میکنن. میتونه رو به عقب پاس بده. این کار رو انجام میده. یک ضربه از راه دور تو در اختیار مهدی رحمتی قرار میگیره. در سمت مقابل احسان حاج صفی رو به عقب بازی میکنن. یک ارسال بلند از همه عبور میکنه این ضربه. لوسیانو پریرا. ضربه روپای این بازیکن. دروازه پیکان و توپی که برای سپاهان به گل دوم تبدیل میشه. سپاهان اصفهان 2 پیکان تهران 1. ضربه سرضرب
لوسیانو و توپی که وریا غفوری به این صورت برای سپاهان به گل تبدیل میکنه. سید علی حسینی میخواد با یک پرتاب بازی رو آغاز کنه و اخطاری که پریرا میگیره و اخراج لوسیانو پریرا. حالا در صحنه قطعا میبینیم که چه اتفاقی بله با هم ببینیم حرکتی که به این صورت لوسیانو پریرا انجام داد. اخطار دوم و اخراج این بازیکن از زمینه مسابقه. در بازی بعدی سپاهان هم که قایل این بازیکن به همراه عبدالله کرمی